با عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان خوب آکادمی وبکیما. توی این جلسه می‌خوایم با سیستم مدیریت محتوای وردپرس به صورت کامل آشنا بشیم. توی جلسه قبل متوجه شدید که برای طراحی یک سایت باید چه زبانهایی رو فرا بگیرید تا بتونید حتی یک صفحه سایت رو طراحی بکنید. حالا یک سیستم مدیریت محتوا مثل وردپرس اومده برای ما کار رو بسیار ساده کرده. قبل از هر چیز به شما پیشنهاد میکنم که مقاله وردپرس چیست رو از سایت وبکیما مطالعه بکنید تا به صورت کامل با سیستم مدیریت محتوای وردپرس آشنا بشید. من لینک این مقاله رو پایین همین ویدیو قرار میدم تا شما عزیزان بتونید از این مقاله به صورت کامل استفاده بکنید. خب دوستان، حالا وردپرس واقعا چی هست؟ چجوری برای ما یک سایت رو راه اندازی میکنه؟ ببینید عزیزان، یه عده‌ای نشستن و این سیستم مدیریت محتوا رو از صفر طراحی کردن که با استفاده از زبانهایی که توی جلسه قبل بهتون گفتم. نشستن با استفاده از زبانهای HTML، CSS، JavaScript و PHP یک سیستم درست کردن که به صورت پیش‌فرض این رو ما وقتی نصب میکنیم برای ما یک سایت ساده میاره بالا. همین راحتی. حالا این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که ما میتونیم اون رو ارتقا بدیم. مثلا قالب‌های مختلف روش نصب بکنیم، افزونه‌های مختلفی نصب بکنیم تا امکانات اون رو ارتقا بدیم. خب پس برای اینکه با وردپرس به صورت کامل آشنا بشید، پیشنهاد میکنم حتما این مقاله رو تا انتها با دقت مطالعه بکنید تا به صورت کامل متوجه بشید که وردپرس چگونه کار میکنه. حالا سایت اصلی وردپرس سایت wordpress.org هست که نسخه انگلیسی اون رو میتونید از این سایت دانلود بکنید. نسخه فارسی اون رو هم میتونید از fa.wordpress.org دانلود بکنید و برای کار خودمون داشته باشیم. وردپرس عزیزان واقعا یک سیستم مدیریت محتوای قدرتمند هستش. شما توی سایت ورژن فارسی وردپرس میتونید به صورت کامل با ویژگی‌های وردپرس آشنا بشید. وردپرس واقعا یک سیستم مدیریت محتوا نیست. اینطوری بذارید بهتون بگم که شما با وردپرس هر مدل سایتی که دلتون بخواد رو میتونید طراحی بکنید. اینکه توی بعضی از سایت‌ها میگن که وردپرس محدودیت‌های زیادی داره یا نمیدونم سرعتش پایینه، امنیت نداره یا سایت‌های خیلی بزرگ رو نمیشه باهاش راه اندازی کرد، همه اینا ببخشید یک حرف بیشتر نیست. شما میتونید با وردپرس هر مدل سایت با بالاترین امنیت و با بهترین عملکرد و سرعت رو راه اندازی بکنید. اگه یک سرچ کوچک داشته باشید متوجه میشید که الان یه چیزی حدود 35% یعنی بیش از 35% سایت های کل دنیا با سیستم مدیریت محتوای وردپرس ساخته شدن. سایت های خیلی بزرگی با وردپرس طراحی شدن و هنوز هم روی همین سیستم مدیریت محتوا دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن. سایت دیجیکالا مگ که توی جلسه قبل بهتون معرفی کردم با وردپرس طراحی شده. یک شرکت به بزرگی دیجیکالا برداشته سایت مجله‌ای خودش رو با وردپرس طراحی کرده. این یعنی چی؟ مگه دیجیکالا به نظر شما پول نداشت که بره یک سیستم اختصاصی بده برای خودش طراحی بکنه؟ چرا؟ ولی خب وقتی دید که نیازی نداره، چرا وقتی میتونه که با وردپرس یک سایتی به این خوبی راه اندازی بکنه چرا باید بره کلی هزینه بکنه؟ پس نتیجه میگیریم که از وردپرس استفاده بکنید و سایت های خودتون رو با وردپرس بالا بیارید بدون اینکه نگران هیچ کدوم از این گزینه‌هایی که گفتیم باشید. خیلی خوب عزیزان، پس تا اینجا با وردپرس آشنا شدید. یادتون نره مقاله وردپرس چیست از وبکیما رو حتما مطالعه بکنید. توی جلسه بعدی ما می‌خوایم وردپرس رو دانلود بکنیم و روی لوکال هاست خودمون نصب بکنیم. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. جلسات بعدی آموزش طراحی سایت با وردپرس رو به هیچ عنوان از دست ندید.